این گفته جواب خدا را چی میدی که این همه دین را میزنی؟ مثلا بزرگوار، اگر الله واقعا وجودم داشته باشه و در اون روز محشر با من روبرو شود، در اون روز محشر باید به پای ما خم شود و معذرت خواهی کنه. اگر این الله واقعا وجودم داشته باشه، باید به پای کودکانی که به خاطر قرآنش، به خاطر رسولش در تخت خواب جان خود را از دست دادن، زیر عمل تجاوز ملاها و اسلامگرایان قرار گرفتن و متاسفانه تاب رابطه جنسی را نداشتن، الله شما باید پاهای اون کودک ها را ببوسه و از بشر معذرت خواهی کنه. این که ما میبخشیم الله تان را یا نمیبخشیم، این مسئله بعدی هست. حداقل وجدانداری خود را در روز محشری که گویا ما را محشور میکنه، اون روز ای کاش می بود، ای کاش محشری می بود. محشر نداری متاسفانه و امکاناتش نیست که با این خدای شما ببینیمش و به خدایتون بگوییم که چرا به این اندازه وحشتناک، انسان ستیز، زن ستیز، کودک بازار، سادیست، عصبی و بدبخت بودن. حتی اگر الله تان وجود داشته باشه، برای اینکه ما گناهایش را ببخشیم باید به پای ما خودش را خم کنه.